من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظه تحلو الأمور ما خاب من يرجو المعين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين بدلائل النور المبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم. بحث میثاق بود، بحث پیمان بود. خداوند عزوجل از بنی اسرائیل پیمانی را یادآوری کردند که اونها اون پیمان را شکستند. بعد از اون پیمان الله تعالی در اینجا یک پیمان دیگری را ذکر می‌فرماید که در این پیمان همه ما این پیمان را بستیم با خدا. الله این پیمان را ذکر می‌فرماید انتظار دارد نه تنها یهود، همه بندگان خدا به این پیمان پایبند باشد. این پیمان و این عهد معروف است به عهد الست و این پیمان در عالم ارواح اونطوری که در احادیث آمده. اکثر مفسران معتقدند که تفسیر این آیه همین پیمانی هست که بنده عرض می کنم که در وادی ارواح از همه ما انسان ها گرفته شد. وقتی که خدای عزوجل ارواح را آفرید، همه ارواح را در یک میدان جمع کرد و از همه ارواح این پیمان را گرفت که مرا به عنوان ربتان، مرا به عنوان معبودتان بپذیرید و گفت با من پیمان ببندید. همه انسان ها در اون عالم ارواح که در بعضی روایت ها میاد به اندازه مورچه‌ای بودند، موریانه مورچه‌ای بودند، همه اونجا اقرار کردند به پیمان و پیمان را پذیرفتند. خدای عزوجل فرمود شما را به دنیا میفرستم و برای یاد آوری این پیمان انبیا را میفرستم و کتاب میفرستم. انبیا و کتاب ها که آمدند و شما را به این پیمان یادآوری کردند، شما پایبند باشید، با خدای عزوجل کسی را شریک نگیرید. لذا اون پیمان را الله ذکر میکنه. همونطوری که از یهود انتظار هست که به میثاق و به پیمان پایبند باشد، از تک تک انسان ها انتظار هست، از مسلمانان این انتظار هست. الله می فرماید و اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم. زمانی که ربت از بنی آدم، از اولاد آدم گرفت، من ظهورهم، از بنی آدم یعنی از پشتشان، ذریتهم اولادشان را، و اشهدهم، منظور اینه که الله تعالی ذریه آدم را در روایت اینطور می آید که دست از متشابهات است، اونطوری که یلیق بشأنه تعالی بر پشت آدم کشید. همه اولاد آدم که بنا بود از آدم به وجود بیاند، همه در اون میدان حاضر شدند. و اشهدهم علی انفسهم، خداوند خودشون را گواه گرفت. شما گواه باشید. الست بربکم، آیا من رب شما نیستم؟ بعضی گفتند و اشهدهم علی انفسهم، معنیش اینه که سر به گریبان ببرید، فکر کنید
که شما چطور به وجود آمدید؟ کی شما را خلق کرد؟ الستو بربکم؟ قالوا بلا شهدنا، گفتن بله پروردگارا ما گواهی میدهیم که تو رب ما هستی. الله عزوجل فرمود الان این پیمان است، این میثاق هست، این میثاق را بگیرید. حکمت اول میثاق ان تقولوا یوم القیامت انا كنا عن هذا غافلین، این نباشد که روز قیامت بگویید که خدایا ما از این پیمان غافل بودیم. نه، ما این پیمان را به شما یادآوری کردیم، یادآوری هم به وسیله انبیا. او تقولوا انما اشرک آباؤنا، یا اینکه بگویید پدران ما شریک گرفتند، شرک کردند من قبل از آن. و کنا ذریة من بعدهم، ما اولاد اونها بودیم بعد از پدران ما. افتهلکنا بما فعل المبطلون، آیا ما را هلاک میکنی به آنچه که افراد باطل، افراد مشرک انجام دادند؟ الله میفرماید هر کسی مسئول خودش هست، از هر کسی تک تک جداگانه عهد گرفته شده، پیمان گرفته شده. و کذالک، اینجا امتنان باری تعالی هست، لطف و احسان الله یادآوری میشه که چگونه ما آیات را برای شما بیان میکنیم، توضیح میدهیم. ولعلهم یرجعون و کذالک نفصل الآیات ولعلهم یرجعون، این حکمت بیان آیات است، شاید این مردم از شرک برگردن به سوی توحید، به سوی خدای عزوجل. ببینید اگر پیمان را بشکنید و پیمان را عمل نکنید، نتیجه خوبی نخواهد داشت برای شما. خدای عزوجل نمونه ای از پیمان شکنی بیان می کند. این نمونه از یک عالم هست، یک عالمی که با توجه به علمی که دارد، یک تعهدی، یک پیمانی، یک میثاقی دارد. علم انسان را همیشه بر این عهد انسان را پیمان از انسان میگیرد که همیشه در مسیر حق باشد، در مسیر عدل باشد، در مسیر خود علم باشد. یک عالمی بود، بیشتر الان برای مصداق این آیه واقعات دیگری هم ذکر کرده، اما بیشتر مفسرین این را ذکر کردن. فردی بود به نام بلعم ابن باعورا. این فرد از علماء بود و از کسانی بود که با خدای عزوجل رابطه خاص داشت. خدا میگه ما آیات خودمون را به او داده بودیم، یعنی علم به او داده بودیم، شریعت به او داده بودیم و رابطه عمیقی با خدای تعالی داشت و مستجاب الدعوات بود، چنان بود که هرگاه دست بلند میکرد دعایش قبول میشد. اما یکی از پادشاهان که در مقابل موسی علیه السلام قرار گرفته بود، بلق ابن، عرض کنم که سقور هست یا چیزی دیگه، پادشاهی، اون پادشاه بلق به این گفت که شما هر جا دعایت قبول میشه دست بلند کن بر علیه موسی. اون با موسی علیه السلام مشکل داشت. این ابتدا گفت نه، موسی پیامبر خداست و من نمیتونم بر علیه موسی دست بلند کنم، تا اینکه او وعده داد، این را وعده داد به پول و مال و امکانات، هر چی میخواهی ولی تو مرا همراهی بکن. آخر این دست بلند کرد بر علیه موسی علیه السلام. الله تعالی این مؤاخذه کرد، الله این را مسخ کرد. این مثل چنان بدنش چنان شد مثل سگ ماند که زبانش از دهانش بیرون بود. الله می فرماید سگ را می بینی که گاهی باری بر او هست یا نیست، در هر صورت
زبانش از دهانش بیرون هست و نفس نفس میزند. این انسان بدبخت چنان شد. و در ضمن اینجا تذکر هم هست به یهودی های مخاطب قرآن که ای یهود، ببینید اون شخصیت کوچکی نبود، او در مقابل حق و اهل حق ایستاد، قیام کرد، در مقابل موسی به چه بدبختی و به چه ذلتی گرفتار شد. شما هم در مقابل این شخصیت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم، پیامبر به حق خدا، شما هم اگر ایستادگی بکنید، شما هم به کفر اگر ادامه بدید، شما هم اگر به مبارزه خودتون ادامه بدید، وضعتون از اونم بدتر خواهد بود. چنانچه یهود بدتر شدند. یهودی که سرمایه‌دارترین افراد مدینه بودند، بهترین قلعه ها و کاخ ها را داشتند، بهترین باغ ها را داشتند، بهترین امکانات را داشتند، یهود ذلیل و خوار یا کشته شدند یا جلاوطن شدند یا اسیر شدند و تمام باغاتشون، اموالشون در غنیمت مسلمانان قرار گرفت. لذا الله تعالی در واقع تذکر میده به یهود با این واقعات. پس این واقعات یکی از اون واقعاتی هست که پیمان کسی بشکند، عهد کسی بشکند. الله می فرماید وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیاتنا، تلاوت کن، بخوان بر آنها خبر اون کسی را که ما آیاتمون را بهش دادیم، یعنی علم شریعت دادیم. فانسلخ منها، اما خارج شد از اون، از آیات خارج شد. سلخ اصل میگن پوست کندن حیوان را، وقتی که حیوانی را ذبح بکنی پوستش را به در بیارید، این هم چنان از آیات و از شریعت خارج شد. فاتبعه الشیطان، شیطان او را پیروی کرد. فکان من الغاوین، یعنی دنبال کرد و او را به طرف خودش کشید. فکان من الغاوین، در نتیجه این انسان از انسانهای گمراه شد. الله می فرماید ولو شئنا لرفعناه بها، اگر ما می خواستیم به وسیله این آیات او را مقام می دادیم، او را جایگاه می دادیم، او را عزت می دادیم. ولکنه اخلد الى الارض، اما اون انسان بدبخت اخلد الى الارض، این سبب ذلتش هست. ببین نکته خیلی مهمی هست. اخلد الى الارض، این زمین را چیکار کرد؟ ترجیح داد، ماندن در زمین را، منظور دنیا، امکانات دنیا، زندگی در دنیا. اخلد الى الارض واتبع هوا، اما اون زمین را هدف قرار داد، دنیا را هدف قرار داد. واتبع هواه، و پیرو خواهشاتش شد. رب می فرماید فمثله کمثل الکلب، مثال اون انسان مثل سگ هست. ان تحمل علیه یلهث، اگر بر او بار کنی، حمل کنی چیزی را، یلهث، زبانش بیرون از دهانش هست. او تترکه یلهث، یا او را ترک کنی به حال خود بگذاری، باز هم یلهث، زبانش بیرون از دهان و نفس نفس میزند. این مثال اون انسان است. چنین الله عزوجل او را گرفتار کرد. و نه تنها این مال بلعم ابن باوراست، الله می فرماید هر کسی که تکذیب کند آیات ما را، پیمان را بشکند، در مقابل حق و اهل حق بایستد، الله می فرماید همگان اینطور خواهند بود. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآیاتنا، این مثال و این حالت اون قومی خواهد بود که تکذیب کنند آیات ما را. فقصص القصص لعلهم یتفکرون، الله به پیغمبرش میگه ای پیغمبر تعریف کن برای اینها احوال را، شاید فکر کنند. سبحان الله، هر وقتی که انسانهای باطل در مقابل اهل حق ایستادند، در مقابل انسانهای با خدا ایستادند، در مقابل دعوتگران، چه پیامبران و چه جانشینان پیامبران، الله عزوجل چنان ذلیلشون کرده. نمونه ها زیاد هست، میتونه هر
هر کسی از شما حتما تو ذهنش چند تا نمونه داره، هر کسی میتونه مثال ذکر کنه. علی ای حال، خلاصه اینه که در مقابل حق و اهل حق هر که بیسته، هر کس که با اهل حق بر افتاد در افتاد بر افتاد میفته، نتیجه نمیگیره. لذا همیشه سعی بکنیم که در مسیر حق باشیم، در کنار اهل حق باشیم، نه در صف مقابل، نه در جبهه مخالف. اونهایی که در جبهه مخالف بودند مال انبیا، اینجا داستان موسی بود، در جبهه مخالف رسول الله بودند تمام علماء یهود، تمام سرداران قریش، اینا هیچ کمی نداشتند، هم از نظر مال، هم از نظر علم، هم از نظر امکانات، ولی ذلیل و خوار شدند. الله میفرماید ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآیاتنا، بسیار بد است مثال اون قومی که تکذیب کردند آیات ما را، و انفسهم كانوا یظلمون، آنهایی که ظلم کردن بر خودشان، بر نفسشان ستم کردن چون خودشون را برای همیشه با تکذیب حق همیشه خودشان را مستحق جهنم کردن. من یهد الله فهو المهتدی، اینجا خدای عزوجل درباره هدایت و ضلالت بیان می‌فرماید. هدایت هم به دست خداست، ضلالت هم به دست خداست، اما برای طلاب عزیز درجات هدایت و ضلالت را بیان کردیم. خلاصش اینه، یک درجه در هدایت است به نام انابت و یک درجه در ضلالت است به نام عناد، ضد. هر کسی انابت داشته باشد، حق طلب باشد، در جستجوی حق باشد، در درونش ضد و عناد نباشد، اون خدا هدایت میکنه. اما هر کسی که عناد داشته باشد، ضد داشته باشد، تعصب بیجا داشته باشد، او قابل هدایت نیست. چنانچه یهودی ها این چنین بودند، مشرکان این چنین بودند. الله می فرماید من یهد الله فهو المهتدی، هر کسی را الله هدایت کند فهو المهتدی، او مهتدی هست، او بر هدایت قرار می گیرد. و من یضلل فاولئک هم الخاسرون، هر کسی را الله گمراه کند این افراد، این گروه خاسرون هستند، زیانکاران، در خساره ابدی و سرمدی واقع می شوند. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس، الله می فرماید همانا ما آفریدیم، ما خلق کردیم برای جهنم بسیاری از جنات و انسان ها را. این جنات و انسان ها که مال جهنمند چه کسانی اند؟ اینهایی که حق نمی فهمند. این نفهمیدن حق به خاطر عناد است، به خاطر ضد هست، چون که ضد و عناد را پیشه گرفتن خدا از فهم اونها را محروم کرد. لهم قلوب لا یفقهون بها، برای این انسان ها دل هست اما نمی فهمند. ولهم اعین لا یبصرون بها، و برای آنان چشم هست اما نمی بینند. ولهم آذان لا یسمعون بها، برای آنان گوش است اما نمیشنوند. اولئک کالانعام، این انسان ها مثل حیوان، بل هم اضل، بلکه گمراه تر از این حیوانات. یعنی به ظاهرشون نگاه نکن، به علمشون نگاه نکن، علم حوزوی دارند، علم دانشگاهی دارند، قبا و کربات دارند، هر چی دارند، به این نگاه نکن. خدا وقتی که محروم بکنه، بعضی وقتا بعضی مردم که قرآن را میخوانند و میبینن میگن مگه این اهل باطل قرآن نمیخوانند؟ اینا واقعا از قرآن خبر ندارن. خدا چنان شفاف، واضح، صاف بیان فرموده در مورد توحید، در مورد یکتاپرستی. چرا این مردم بازم شرک میکنن؟ علت اصلی اونا علم دارن، سواد دارن، میفهمند، ولی علت اصلی اینه کسی که خدا را ناراضی بکند با ضد و عناد، الله او را از هدایت محروم میکند. الله میفرماید از انعام هم بدتر، از چارپایان هم بدتر.
اولئک هم الغافلون، این انسانهای غافل هستند. حال الله عزوجل بعد از اینکه راه هدایت و راه زلالت را ذکر کرد و عنوان فرمود، اکنون ما را متوجه به ذات خودش میگرداند. الله میفرماید ولله الاسماء الحسنا، فقط و فقط برای الله نامهای زیبا، نامهای نیک. اسماء حسنا و صفات خدای عزوجل در قرآن زیاد هست، معروف هست که 99 تا هستند، اما کل اسماء حسنا از صدها اسم و صفات بالاترم، بعضی ها 5000 تا گفتند صفات زیبای رب العالمین. لذا الله می فرماید فدعوه بها، خدا را به وسیله اون اسماء حسنا بخوانید. این توسل است، توسل به اسماء حسنا ان شاء الله موجب میشه که دعای شما بهتر قبول بشه. یعنی شما وقتی که میخواهید رحمت خدا را به جوش بیاورید با اون صفاتی که اون صفات بیانگر رحمت است، یا ارحم الراحمین، یا رحمان، یا رحیم، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجود والمنه، صفاتی که در واقع صفات چی هستند؟ رحمت هستند. یا کریم، یا لطیف، یا رحیم، یا رؤوف. لذا منظور اینه که هر وقتی دعا میکنید توسل به اسماء الهی، به صفات الهی، یکی از صورتهای توسل بلا منازعه هست که هیچ کس تو این اختلافی ندارد و از قرآن هست. فدعوه بها، به وسیله اون اسماء خدا را صدا کن. از آداب دعا هم همینه که انسان خدای عزوجل را به وسیله صفاتش و صفاتش را متوسل بکنند. و ذروا الذین یلحدون فی اسماء، بگذارید اونها را که در اسماء خدای عزوجل کجی میکنن، انحراف را انتخاب میکنن، راه انحرافی را. ببینی خیلی از مردم هستن متاسفانه در اسماء و صفات الهی انحراف دارن. این انحراف چند نوع هست، 3 صورت بیان کردند مفسرین. یکی از صورتهای انحرافی این هست که صفات خدا را شما به غیر خدا بدید، صفات خدا را به غیر خدا بدید. مثلا الله عزوجل عالم الغیب هست، الله تعالی نافع هست، الله ضار هست، الله تعالی دهنده هست، بخشاینده هست، موت به دست او هست، حیات به دست او هست، محیی هست، ممیت هست. لذا این صفات را به غیر خدا بدی، این میشه شرک. به غیر الله بگی یا محیی یا ممیت، ای کسی که در دست تو حیات است. به یک صالحی بگی، به یک امامی بگی، به یک پیری بگی که تو حیات به دست تو هست، موت به دست تو هست، فرزند و اولاد به دست تو هست، بازار و رونق بازار به دست تو هست. این صفاتی که مال الله هستند اینها را به غیر خدا دادن، این یکی از صورتهای الحاد است. صورت دوم، اون صفاتی که مال خدا نیستند اون صفات را به خدا نسبت دادن. مثلا اب یعنی پدر، مسیحیان خدای عزوجل را به عنوان پدر خطاب می کنند، یا مشرکان پدر ملائکه می دانند. لذا به اسمایی که الله عزوجل اون اسماء را ندارد به اون اسماء الله تعالی را خطاب کردن. و سوم، القاب دیگر، اسماء دیگر، صفات دیگر که لا یلیق بشأنه، لایق الله عزوجل نیستند، سزاوار برای الله عزوجل نیستند، بلکه همون صفات خدا را انسان ذکر کند و یاد کند که اون صفات
مخصوص الله هستند. لذا الله میفرماید با این صفات شما خدا را یاد کنید و بگذارید کسانی که الحاد میکنند، کجروی میکنند، سیجزون ما کانوا یعملون، ان قریب جزا داده میشوند اون چی که عمل میکنند. یک اشاره بیشتری بکنم که ما بیشتر بفهمیم. بعضی از مردم، بعضی از افرادی که عوام هستند نمیدونند، نسبت به بعضی از بزرگان محبت دارند. گاهی همین محبت مفرط که حد و مرز داشته نباشه برای انسان مشکل ایجاد میکنه در عقیده انسان. لذا صفاتی ولو اینکه این صفات در زبان فارسی هستند، در زبان اردو هستند، در زبان عربی هستند، این صفات را به اولیاء خدا میدهند، به بزرگانی که هستند. این جزء یلحدون فی اسمائه هست. قبلا بنده مثال عرض کردم، مثلا بعضی بزرگان را برایشون صفت گذاشتن دستگیر. دستگیر یعنی هر جا دست ما را میگیره، در حالی که دستگیر خداست. یا مثلا غوث، فریادرس، این صفت خداست. باید به الله عزوجل بگیم غوث. یا مثلا به زبان اردو به یکی از بزرگان میگن داتا، گنج بخش. داتا یعنی دهنده، هر چیز را او میدهد. داتا الله است. گنج بخش که گنج میبخشد، به انسان همه چیز میده، ایمان میده، دنیا میده، دین میده، الله است. لذا گاهی ما هم نمیدونیم، ندانسته این صفات را برای بزرگان ذکر میکنیم. باید انسان بپریزد. ذر الذین، الله میفرماید اینها را بگذارید که در صفات کجروی میکنند. این سیجزون ما کانوا یعملون، ان قریب به کیفر اعمالشان میرسند به سبب این اعمالی که اونها انجام میدن. اما گروهی دیگه هستن الله میفرماید معتدل، موحد، با انصاف. و ممن خلقنا امة یهدون بالحق، از آنانی که ما آفریدیم، انسانهایی که ما آفریدیم، جماعتی هست، امت جماعتی هست، یهدون بالحق، به حق راهنمایی میکنند، و به یعدلون، و به حق انصاف میکنند، فیصله میکنند. ای یحکمون فی الخصومات، در خصومات فی ما بین خودشان هم به حق و به انصاف اونها فیصله میکنند. والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون. خب ما تا به حال درباره کفار خواندیم که کفار را الله عزوجل بیان فرمود، اینها شرک میکنند، عقل از اونها سلب شده، اونها قابل هدایت نیستند. سوال اینجا است که چرا خدا اینها را مؤاخذه نمیکنه؟ چرا الله تعالی به عذاب گرفتارشون نمیکنه؟ الله تعالی در اینجا جواب میده. ببینید سوالی که ما هم برای ما هم گاهی پیش میاد که در دنیا دشمنان خدا مثلا اهل اروپا، اهل امریکا، مسیحیان، یهودیان، میبینیم که همه امور وفقشون پیش میره. از نظر امکانات اونها کمی ندارند، از نظر سرمایه کمی ندارند و در دنیا همه چیز به نفع اونها داره تمام میشه، به ضرر ما مسلمانان داره تمام میشه، در حالی که مسلمانان شرایط خوبی ندارند. بس کفار از نظر، بالخصوص از نظر مادی، همیشه شرایطشون بهتر بوده و بهتر هست. الله تعالی در این آیه پاسخ دادن والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون. الله می فرماید اینایی که آیات ما را تکذیب کردند، اینایی که به ما کفر کردند، اینایی که به ما پشت دادند، سنستدرجهم یعنی تدریجا، کم کم، آهسته آهسته ما اینها را میبریم به سوی عذاب. این در واقع جواب این هست که چرا
عذاب تأخیر میشه. سنستدرجهم، چرا؟ چون که اگر زود خدا مؤاخذه بکند اونها را فوراً بر میگردن، میدان برایشون صافه. و دیگه این که ببینید اگر هر جا کافر کفر بکند فوراً خدا مؤاخذش بکند، اون وقت همه اجباراً ایمان می آورند. ایمان میشه ایمان اجباری، ایمان اختیاری نمیشه. لذا الله تعالی می فرماید سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، به صورتی از جهتی که اونها خودشون نمیدانند. این را مفسرین گفتند که لیس المطلوب الا تدرجهم في مدارج المعاصی الى ان يحق عليهم كلمة العذاب، یعنی هدف چیزی دیگه نیست، کم کم بروند به معاصی، گناهان بزرگتر از نظر گناه به پیشرفت کنند، به جاهای بلند و بالا از نظر گناه برسند، تا اینکه عذاب و کلمه عذاب در حق اونها صدق کند، مستحق عذاب قرار بگیرند. این هست الله می فرماید سنستدرجهم، تدریجا میبریم آنها را، من حیث لا یعلمون، از اون جهتی که نمیدانند، و املی لهم، مهلت میدهم اونها را، ان کیدی متین، اما گرفت من، مؤاخذه من بسیار سخت است، وقتی که بگیرد سخت میگیرد. اولم یتفکروا ما بصاحبهم من جنة، ببینید اونها یک کفرگویی که داشتن درباره رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، آن حضرت را به جنون متهم می کردند. الله عز و جل می فرماید آیا اینها فکر نمی کنند احوال رسول الله را، صفات رسول الله را، پیشرفت رسول الله را، مواعظ و پیامی که رسول الله با خودش داره، آیا فکر نمی کنند به این نتیجه نمی رسند که ما بصاحبهم من جنة، این همراهشان، این صاحبشان هیچ نوع جنونی ندارد، ان هو الا نذیر مبین، نیست مگر اون ترساننده آشکاری است. ببینید رسول خدا صلی الله علیه و سلم چرا اونها از رسول الله ناراحت بودند و رسول الله را متهم به جنون می کردند؟ رسول الله که قبل از بعثت محمد امین می گفتند، محمد صادق می گفتند، به خاطر موضوع توحید بود، به خاطر رد بت پرستی بود، به خاطر دعوت به سوی یکتاپرستی بود. لذا متصل بعد از این الله می فرماید دلیل توحید را بیان می فرماید که دلیلش اینه اون چیزی که پیغمبر به سوی او می خواند. نگاه کنید در ملکوت آسمان ها و زمین، آیا همون می بینید یا نه؟ پیغمبر به سوی توحید می خواند. لذا در مخلوقات خدا توحید خدا را مشاهده کنید. اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض، آیا آنها نمی بینند در عجائب آسمان ها و زمین؟ آیا به این عجائب، به این ملکوتی که در آسمان ها و زمین هست نگاه نمی کنند؟ الان انسان ها کم و بیشی پیشرفت کردند، انسان ها تا کره ماه رفتن، بعضی کره های دیگه پا گذاشتن، از اونجا عکس گرفتن، عجائب را همه ما دیدیم. الله می فرماید به این عجائب نگاه نمی کنید؟ و ما خلق الله من شیء، هر چیزی را که الله آفریده آیا به اون نگاه نمی کنند؟ و ان عسى ان یکون قد اقترب اجلهم، آیا به این نگاه نمی کنند که امکان دارد، امید هست که اجلشان نزدیک باشند، یعنی این توقع و این امکان هست که موتشان نزدیک باشد، به این فکر نمی کنند؟ فبأي حدیث بعده یؤمنون. ببین قرآن چگونه شفاف بیان میکنه، دعوت به فکر میده. با این شفافیت قرآن اگر اونها باور نکنند، ایمان نیاورند، به چه سخنی بعده، یعنی بعد القرآن یؤمنون، ایمان میآورند؟ دیگه حرفی نمونده. من یضلل الله، اصلش اینه که اینها در ازلشون گمراهی هست. چرا؟ چون عرض کردم به دلیل عناد، به دلیل جدال بالباطل. لذا الله می فرماید
جای تعجب ندارد. من یضلل الله فلا هادی له، هر کسی را که الله گمراه کند هیچ کسی نمیتواند او را هدایت کند. و یذرهم فی طغیانهم یعمهون، میگذارد آنها را در سرکشیشان سرگردان. امه سرگردانی را میگن، کوری دل را میگویند. الله میگذارد همینطور در کفر و شرک و خرافاتشون سرگردان بگردند. خب بحث عذاب آمد نه؟ حال اونها میپرسند از پیغمبر، میپرسند که خب این قیامت کی هست؟ یسألونک عن الساعة ایان مرساها، از شما میپرسند ای پیغمبر که قیام اون ساعت، قیام قیامت کی هست؟ چه وقت خدا او را قائم میکند؟ ببینید علم قیامت چیزی هست که خدای عزوجل برای هیچ کسی ظاهر نکرده. بعضی از اهل خرافات، اهل بدعت که مثل علماء یهود تحریف میکنند، اینجا هم تحریف میکنند. علماء یهود تورات را از خود تغییر میدادند، دستکاری میکردند. علماء سوئی در این امت هم هستند، خیلی ها هستند میگوین رسول الله علم غیب دارد. وقتی که به این آیه مواجه میشن که خدا میگه ای پیغمبر تو در جواب اونها بگو قل انما علمها عند ربی، بگو علم قیامت نزد پروردگار هست. خب اینجا معلوم میشه که پیغمبر علم قیامت ندارد. اونا اینطور تفسیر میگن، میگه ببین اینجا خدا گفته قل، بگو، خدا بهش دستور داده بگو، پیغمبر علمش را دارد ولی خدا گفته خب با وجودی که علم قیامت را داری بگو من نمیدونم. با وجودی که علم قیامت را داری، میدونی که قیامت کی برپا میشه، اما جلوی مردم همینطور ظاهرا بگو که من نمیدونم، علیاذ بالله، یعنی تقیه است. پس الله عزوجل علم قیامت را به کسی نداده. عنده علم الساعه، ان الله عنده علم الساعه، فقط نزد خداست علم قیامت، برای کسی ظاهر نکرده. اینجا هم چند چیز خدا بیان میفرماید. اول قل انما علمها عند ربی، علمش نزد پروردگار من هست. دوم لا یجلیها لوقتها الا هو، روشن نکرده، ظاهر نکرده وقت اون را. لا یجلیها یعنی اون را ظاهر نمی کند قیامت را، الا هو لوقتها، این لام به معنی فی هست، یعنی فی وقتها، قیامت را در وقتش الله عزوجل ظاهر می کند. به غیر از خدا کسی قیامت را نمی آورد. سوم ثقلت فی السماوات والارض، سنگین است در آسمان ها و زمین. سنگین است به چه معنا؟ ثقلت مفسران گفتن خفیت، یعنی بر اهل آسمان و زمین علم قیامت مخفی هست. ببینید اینها عقیده هستند، اینها در قبر به درد ما میخورند. باید عقیده داشته باشیم که از اهل آسمان و زمین هیچ کس علم قیامت نمیداند. فرشتگان که در آسمانند هم نمیدانند، جبرائیل و میکائیل هم نمیدانند، عیسی که در آسمان ها زنده است به عقیده ما او هم نمیداند، اهل زمین هم نمیدانند، ملک نمیداند، فرشته، جن، انس، هیچ کس نمیداند. ثقلت فی السماوات والارض. و باز که گفتن کی میاد؟ لا تأتیکم الا بغته، نمی آید مگر ناگهان می آید، نمی آید مگر ناگهان می آید. اما اینکه ثقلت ما تفسیر کردیم خفیت، بعضی میگویند ثقلت به معنای همون سنگینی هست، چون در زبان عربی سنگین هست علمش در آسمان و زمین. یعنی چی؟ یعنی علم قیامت برای اهل آسمان و زمین بسیار اهمیت دارد، اهمیت دارد و سنگین هست.
به چه منظور؟ هر کسی تمنا دارد که علم آسمان و زمین را ببخشید علم قیامت را داشته باشد. فرشته هم میخواد داشته باشه، پیغمبر هم میخواد داشته باشه، هر کسی. همونطور که تک تک ما دل ما میخواهد که ما درباره موت خودمون کاش علم می داشتیم که موت کی میاد تا براش آمادگی میکردیم. اون هم هر یکی تمنا دارد. ای کل من اهلها من الملائکه والثقلین، یک تفسیر اینه که هر یکی از اهل آسمان و زمین، چه ملائکه چه جن و انس، اهمه شأن الساعه، شأن قیامت براش مهم هست. و یتمنى ان یتجلی له علمها، تمنا دارد که کاش من علم قیامت را داشتم. و یشق علیه خفاؤها، و خفای آن، مخفی ماندن برای هر یک چی هست سخت است. روح المانی هم این مدارک بود. روح المانی میگه کبرت و عظمت علی اهلها، بر اهل زمین و آسمان سنگین و عظیم هست، حیث لم یعلموا وقت وقوعها، که نمیدانند وقت وقوع قیامت کی هست. لذا الله می فرماید قیامت ناگهان میاد. یسألونک کأنک حفی عنها، ای پیامبر از شما سوال میکنند، طوری سوال میکنند که کأنک حفی عنها. حفی یعنی عالم بها، گویا شما نسبت به قیامت عالم هستید. شما حفی میگه عالمی که خیلی مردم ازش سوال بکنند، مرجع به اصطلاح مرجع مردم. اما قل انما علمها عند الله ولكن اكثر الناس لا يعلمون. اعلام بفرما علم قیامت نزد الله است. این تأکید مجدد. ولكن اكثر الناس لا يعلمون، اما اکثر مردم نمیدانند. ببینید که نمیدانند که علمش نزد الله است. فقط علم قیامت حکمتش که از ما مخفی هست، حکمتش خیلی زیاد هست. یکی از حکمت ها همونطور که ما از اجل خودمون نمیدانیم، هر انسانی که بمیرد هم قیامت شروع میشه. من مات فقط قامت قیامته. اگر از مرگ خودمون میدانستیم، از قیامت میدانستیم، اون وقت زیاد از گناه فاصله نمی گرفتیم. اما وقتی که انسان نمیداند، شاید انسان بیم داشته باشد امشب فردا یا این اتفاق بیفته یا بمیرم، لذا میترسد از گناه فاصله میگیره، هر گناهی را جرأت نمی کند. یکی از حکمت ها این هست که مفسران نوشتند قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا. این ترقی از ما قبل است. علم قیامت به جای خود، من علم از احوال خودم ندارم که بتوانم از فردایم خبر داشته باشم تا اگر بدونم ضرری هست جلوش را از الان بگیرم، نفعی هست از الان برایش برنامه ریزی بکنم. من حتی از فردایم خبر ندارم. ببین این عقیده هست. رسول الله صلی الله علیه وسلم جایگاهش خیلی بلند، مقامش خیلی شایق، فائق و بلند. اما رسول اکرم صلی الله علیه وسلم صفات خدایی ندارد. این صفات مال خدای تعالی هستند. بعضی وقتا اهل بدعت و اهل خرافات میگن اینها نسبت به پیغمبر توهین میکنن، بی ادبی میکنن. نیست، این آیه قرآن است. قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا. ای پیامبر اعلام کن من مالک نیستم برای نفسم، برای خودم نفع و ضرر را، الا ما شاء الله، مگر آن که خدا بخواهد. هرگاه خدا بخواهد. خدا وقتی که خواست پیغمبر رفت در بنو نذیر، در سوره احزاب میخوانیم، رفت که با یهودی ها پیمان داشتند، رفت از اونها
چنده بکند به اصطلاح به خاطر دیه 2 تا خون که از دست یک مسلمانی شده بود، اونا رو بگه شما سهم خودتون را بدید. یهود گفته اینجا شما تشریف داشته باشید، سایه درختی. گفتم بهترین فرصت است بریم از بالای قلعه، از اونجا یک سنگ آسیاب دستی بود، از اونجا بندازیم تا تمام بشه، تا همیشه راحت بشیم. بر علیه رسول الله این نقشه را کشیدن. نفر رفت که این کار را بکند، الله عزوجل بهش اطلاع داد ای پیامبر من خطر هست، برو از اینجا. پیغمبر رفت و همون باعث شد که یهود بنو نظیر را دیگه از اونجا بیرون کنند. خب الا ماشاءالله، گاهی الله میخواهد، گاهی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نمیداند چی میشه. در احد سر مبارک میشکند، دندان مبارک زخمی میشه، نمیداند چی میشه. 70 نفر را از بهترین شاگردان، حافظان، قرا، منافقان میبرن به جایی که ما را تعلیم بدهد. با یک حیله رسول الله علم غیب ندارد، خبر ندارد، و الا نمیگذاشت بهترین شاگردان شهید بشند. اونها را گذاشت، با اونها بردند، همه را شهید کردن، یکی تونست فرار بکنه. لذا اگر من میدانستم، ولو كنت اعلم الغیب، اگر من غیب میدانستم، لاستكثرت من الخیر، خیلی از خیر برای خودم جمع میکردم. و ما مسنی السوء، هیچ سوئی، هیچ ضرر و آسیبی به من نمی رسید. اونجا در طائف کفشایم پر از خون نمی شد، بدنم خونالود نمی شد. در مکه اون همه زجرها را نمی کشیدم، در احد اون همه مشکلات را تحمل نمی کردم، بهترین یاران و دوستانم را از دست نمی دادم. ولی من از غیب خبر ندارم، و اگر می دانستم لاستكثرت من الخیر، همه خیر را جمع می کردم. و ما مسنی السوء، هیچ سوئی به من نمی رسید. پس ببینید فرق پیغمبر با خدا در همین است که خداوند همه خیر و شر به دستش هست. نافع الضار الله است، نفع دهنده، ضرر دهنده، عالم الغیب، از هر چی می داند. اما پیغمبر نه. ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون، نیستم من مگر نذیری هستم، ترساننده و بشیر هستم. من کارم علم غیب نیست، من کارم نفع و ضرر نیست، کارم انذار و تبشیر هست برای مؤمنان، برای قومی که یؤمنون، ایمان بیاورند. یعنی مؤمنین حرف مرا گوش میکنند، مؤمنین بهش عمل میکنند، کفار توجه نمیکنند. هو الذی خلقکم من نفس واحده. الله عزوجل اینجا نعمتی دیگر را از نعمتهای خودش ذکر میفرماید و باز ناسپاسی و ناشاکری انسانها را. اول ترجمه، الله اون ذاتی هست که آفرید شما را از نفس واحده و جعل منها زوجها، و از همون نفس همسرش را پیدا کرد، لیسکن الیها، تا اینکه آرامش بگیرد. همسر را الله عزوجل به انسان داد تا که موجب آرامش بشه، موجب سکون در زندگی بشه. اما وقتی که این زوج، این مرد نزدیک زن رفت، فلما تغشاها، اون را تحت پوشش قرار داد، کنایه است از همخوابی. وقتی که با او همخوابی کرد، حملت حملا خفیفا، ابتداء حامله شد و حملش خفیف بود، زیاد سنگین نبود. ابتدا زن وقتی که حامله بشه زیاد سنگین نیست. فمرت به، به هر حال با او تردد میکرد. فلما اثقلت، اما وقتی که سنگین شد و متوجه شدن که بچه در شکم دارند، دعوا الله ربهما، هر دو زن و شوهر از خدا خواستند، از خدایی که ربشان بود، لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین، خدایا اگر فرزند صالحی به ما دادی ما از بندگان شاکرت میشیم.
فلما آتاهما صالحا، وقتی که خدا به اونها فرزند صالحی داد، جعل له شرکا، اون دو برای خدا شریک گرفتن فیما آتاهما، در آنچه که خدا بهشون داده. فتعال الله عما یشرکون، خداوند برتر است از اون چی که مردم شریک میگیرن. اینجا یک داستان جعلی و غیر واقعی هم ذکر کردن. اول اون را خدمت شما عرض کنم. میگویند این من نفس واحدة آدم است، آدم علیه السلام، و جعل منها زوجها، خدا از آدم همسرش را درست کرد، یعنی حوا را. در حدیث می آید از دنده و پهلوی چپ آدم آفریده شد. آدم و حوا را که خدای عزوجل حوا را برای آدم درست کرد، آدم و حوا وقتی که نزدیک شدند به هم، خدای عزوجل به اونها فرزندی عطا کرد. در این داستان جعلی هست که ابلیس پیش حوا آمد. ابلیس اون را ترسوند، گفت که عجیب، موجود عجیبی در شکمت هست. شما تنها راهش اینه که شما نذر کنید، الان نذر کنید که اگر این فرزند را خدا بهتون داد، اسمش را عبدالحارث بگذارید. حارث بتی بود. اگر این نذر را کردی، بعداً فرزندت فرزند سالمی میشه، عجوبه‌ای نمیشه. اون دو با هم این نذر را کردند، آدم و حوا، یا اینکه ابتدا دعا کردند تا اینکه خدای تعالی فرزند بهشون داد. الان شیطان گفت، چون داستان وقتی که جعلی باشه مختلف می آید، شیطان بهشون گفت اگر میخواهید که این بچه شما زنده بماند، میخواهید بیمهش بکنید، اسمش را بذارید عبدالحارث. لذا اسمش را گذاشتن عبدالحارث، یعنی معنیش اینه العیاذ بالله که آدم و حوا شرک کردند، اسمش را گذاشتن بنده حارث. و الله اینجا ذکر می کند که فتعال الله عما یشرکون، اینا با خدا شریک گرفتن، خدا از شریک بالاتر است. خب این قصه، این داستان اصلی ندارد، واقعیتی ندارد و در واقع با مقام نبوت، با جایگاهی که آدم علیه السلام دارد، ما معتقدم انبیا گناه هم نمی کنند. در این داستان ثابت میشه که انبیا علیه بالله شرک هم می کنند. پس خب تفسیر درستش چیه اینجا که خدا گفته فلم هو الذی خلقکم من نفس واحده؟ بعضی مفسرین گفتن ابتدا درباره آدم است، فلما آتاهما مطلقا بنی آدم است، یعنی آدم و حوا مراد نیست. بخش اول آیه که خدا اون ذاتی است که شما را از نفس واحده آفرید و همسرش را از خودش، از وجود خودش بهش داد، این درباره آدم و حوا است. اما فلما آتاهما، بعدا ذکر مطلق بنی آدم می آید که بنی آدم چیکار می کنند؟ خدا بهشون فرزند میده، فرزند نامش را نام شرکی می گذارند که گویا غیر خدا به من داده. اما تفسیر درستر که حضرت شیخ رحمه الله می فرماید این هست که هو الذی خلقکم من نفس واحده. اینجا بحث آدم و حوا نیست، مطلقاً بحث انسان است که ای انسان ها، الله شما را از نفس واحده آفریده، اصلا آدم را از ذهن تو پاک کنید. اینجا بحث آدم نیست. و جعل منها زوجها، منظور از منها این نیست که از جزءش زوجش را آفرید، از پهلویش و از دندهش زوجش را آفرید، بلکه منها یعنی من جنسها.
خدای عزوجل یک لطفی به حال شما انسان ها کرد که از جنس شما همسری برای شما انتخاب کرد. معنیش اینه که به شما نگفت برید بلا نسبت با حیوانات ازدواج کنید، نگفت با جنات ازدواج کنید، نگفت با مخلوق دیگه ازدواج کنید از غیر جنستان، بلکه وجعل منها یعنی من جنسها. در آیه دیگه داریم و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا. خداوند از جنس من انفسكم یعنی من جنسكم، خدا از جنس شما برای شما همسر انتخاب کرده. بس بحث آدم و حوا نیست، بحث ماها هست، بحث تک تک مخاطبین است. الان بر اساس این تفسیر ما تفسیر میکنیم. اما قبل از تفسیر قال قوم، قرطبی میگه ان هذا راجع الى جنس الآدمیین. الله تعالی اینجا از جنس آدمی ها صحبت کرده، نه از آدم. و تبیین انهار المشرکین من ذریت آدم، که از اولاد آدم خداوند بیان فرموده که اولاد آدم چنین هستن و هو الذی یعول علیه. این اون قولی هست که بر او اعتماد میشه. خب الله آن ذاتی هست که خلقکم، شما را آفرید، من نفس واحدة، از نفس واحد یعنی همه شما از آدم، اما بعد از اون شما بقیه انسان ها، و جعل منها زوجها، و همچنین از آن نفس زوجش را یعنی از جنسش الله از جنس انسان همسرش را انتخاب کرد تا این مرد و شوهر و زن لیسکن الیها، از همدیگه به همدیگه آرامش بگیرن. شوهر سکونش و آرامش به سوی اون زن باشد. فلما تغشاها، زمانی که او را پوشش قرار داد، حملت حملا خفیفا فمرت به، حمل خفیفی که با او راحت میرفت تردد میکرد. فلما اثقلت، زمانی که حمل سنگین شد، دعوا الله ربهما، هر دو زن شوهر الله خواستند، دعا کردند لئن آتیتنا صالحا، بار الها اگر به ما فرزند صالحی دادی، لنکونن من الشاکرین، ما حتما از بندگان سپاس گزار میشیم. فلما آتاهما صالحا، زمانی که الله عزوجل به آنان فرزند صالحی داد، جعل له شرکا، برای خدا شریک قرار دادن. فیما آتاهما، در اون چی که خدا داده خدا. ما بر اساس عرف و منطقه خودمون داریم میگیم داده بچه را خدا اسمش را میگذارد پیر بخش، نبی بخش، یا ولی بخش، یا علی بخش، اینها، یا عبد ود مشرکین میگذاشتن، نه عبد یغوس، عبد نصر. ما میگذاریم مثلا عبد النبی، عبد الحسین، عبد الرسول. درسته که میشه توجیه کرد که عبد را به معنی غلام، به معنی خادم، ولی کلمه ای که چنان توهمی توش هست، چنین احتمالی هست از این نامها گذاشته نشه که این نامها نامهای مناسبی نیستند. لذا فتعال الله عما یشرکون، الله برتر است از اون چی که مردم شرک میکنن. ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون، آیا شریک میگیرند ما لا یخلق شیئا، کسانی را که اونا نمیتونند پشه‌ای را خلق بکنند، چیزی را پیدا کنند، و هم یخلقون، خودشون مخلوقند. یعنی بنده ها را آوردند شریک خدا قرار دادند. بنده ها هر که باشند، فرشته هم باشند، مخلوق خدا، اونا را خدا آفریده، اون مخلوق نه خالق. ولا یستطیعون لهم نصرا، نمی توانند اینها را یاری کنند، ولا انفسهم ینصرون، و نه اینکه اینها را نمی توانند یاری کنند بلکه خودشان را هم نمی توانند یاری کنند. ببینید تاریخ گذشتگان را ببینید،
ما بهترین ها را نگاه کنیم. انبیاء را، بهترین پیغمبران را مردم اذیت کردند. حضرت نوح چقدر شکنجه دید. حضرت ابراهیم علیه السلام مگر تو آتش انداخته نشد؟ هجرت نکرد، ملک را رها نکرد. حضرت زکریا و حضرت یحیی هر دو شهید نشدند. حضرت عیسی را مگر اونها به زعم خودشون به دار نزدند؟ حضرت رسول صلی الله علیه وسلم سختترین روزها را مگر تحمل نکرد؟ تبعید، تحریم، همیش یاران کشته می شدند. اینها خودشون را الله نصرت کرد، اما در بسیاری مواقع اینها خودشون را نمی توانند یاری بکنند. ائمه بزرگوار، ائمه اهل بیت، بنابر گفته کتاب ها اکثرشون مسموم شدند، شهید شدند. پس اینها نمی توانند خودشون را یاری کنند، چطور ما را میتونن یاری بکنن؟ بله محبت باید داشته باشیم با اونها، اما از اونها استمداد نکنیم، از اونها کمک نگیریم. الله می فرماید ولا یستطیعون لهم نصرا، نمی توانم برای خودشان یاری رساندن را، برای اینها یاری رساندن را، کسانی که اونها را میخوانند. ولا انفسهم ینصرون، و نه اینکه آنها می توانند خودشان را یاری بکنند. و ان تدعوهم الی الهدى لا یتبعوکم، الله می فرماید اگر آنها را شما بخوانید، معبودان را، به سوی هدایت، به سوی مسیری، لا یتبعوکم، اونها از شما پیروی نمی کنند. چرا؟ سواء علیهم ادعوتموهم ام انتم صامتون، چه اونها را شما فریاد بزنید چه صامت و ساکت باشید، هیچ نفع و ضرری به شما نمی رسانند. یعنی فریاد بزنی یا ساکت بشی نمیتونه نفع برسانه. والمعنى ان هذا المعبود الذي يعبده المشركون، این معبودانی که مشرکان آنها را عبادت میکنند، معلوم من حالش معلومه که انه لا ينفع ولا يضر، نه نفع میرسانند نه ضرر. همچنین وقتی که اونها را به سوی خیری بخواهی، اونها هیچ عکس العملی از خود نمیتونه نشان بدن. اونها رفتن به جهان دیگه پیوستند، اینجا نیستن که شما اونها را میخوانید. ان الذين تدعون من دون الله، این صفاحت مشرکین، حماقت مشرکین. الله به مشرکان میگه اینهایی که شما فریاد میزنید به غیر از خدا، اینا بنده هستن، بنده خدا هستن. ببینید معلوم است به بت‌ها نبودن، بت‌ها را عبادت نمی کردن، بت‌ها نمادی بودند از صالحین، اینا در واقع صالحین را عبادت می کردن. پس مشرکین انسان پرست بودند نه بت پرست. بت را قبله توجه قرار داده بودند. چرا؟ اما این بت در واقع نماد اون صالحی بود که اینها در ذهن خودشون اون را داشتن. لذا الله اون صالحین را میگه بنده هستن، مثل شما بندگانی هستن. ان الذين تدعون من دون الله، آنانی که شما آنها را میخوانید بغیر از الله، عباد امثالکم، بندگانی مثل شما هستند. فدعوهم، آنان را بخوانید. فلیستجیبوا لکم، آنها اجابت کنند برای شما. این کنتم صادقین، اگر راست میگید بخوانید که اجابت کنند، ولی نمیتونه اجابت کنند. الله میفرماید اونها از این دنیای فانی رفتند. الان چه حرکتی از اونها شما دیدید که شما اونها را صدا میزنید؟ الهم ارجل یمشون بها، آیا برای اونها پا هست که با اون پا راه برند؟ ام لهم ایدی یبطشون بها، آیا دست دارند که به وسیله اون دست چیزی بگیرند؟ ام لهم اعین یبصرون بها، آیا چشم دارند که به وسیله اون چشم ببینند؟ ام لهم آذان یسمعون بها، آیا گوش دارند که به وسیله اون گوش بشنوند؟ قل ادعوا شرکاءکم، این امر توبیخی هست. شما که نمیفهمید، متوجه نمیشید، دلیل خدا را متوجه نمیشید، ادعوا شرکاءکم، شما اون معبودان خودتون را بخوانید. ثم کیدون، سپس بر علیه من محمد هر نقشه و توطئه دارید توطئه کنید.
فلا تنظرون، مرا مهلت هم ندهید، به من مهلت هم ندهید. ان ولی الله الذی نزل الكتاب، اما من با شما نیستم، حامی من، ولی من، معبود من کیه؟ ان ولی الله الذی نزل الكتاب، همانا ولی من، حامی من آن ذاتی هست که کتاب را فرستاده، قرآن را، و هو یتولی الصالحین، و اون ذات حامی صالحان هست، ولی صالحان هم هست. والذین تدعون من دونه، الله می فرماید کسانی که شما می خوانید آنان را بغیر از الله، لا یستطیعون نصرکم، آنها نمی توانند شما را یاری کنند، ولا انفسهم ینصرون، و نه خودشان را می توانند یاری کنند. این بیان عجز معبود باطل است، تکرار است، تأکید است، دوباره این آیه تکرار میشه. و ان تدعوهم الی الهدی، خطاب است رسول الله را که شما اونها را بگو، و ان تدعوهم الی الهدی لا یسمعوا، اگر شما آنها را بخوانید به سوی هدایت نمیشنوند. البته اینجا دو احتمال است، یکی این که ای پیغمبر اگر شما این کفار را بخوانی به سوی هدایت نمیشنوند، چون که اینها هدایت را از دست دادند، مهر جباریت خوردند، استعداد هدایت را از دست دادند. یک تفسیر اینه که خداوند خطاب میکنه به کفار که اگر شما معبودان خودتون را بخوانید اونها نمیشنوند. پس این که یا که خطاب للکفار و ضمیرهم للمعبودان الباطله، یا این که خطاب للنبی و ضمیرهم للکفار، خطاب به رسول الله و منظور کفار را اگر بخوانی. و ان تدعوهم، اگر آنها را بخوانی به سوی هدایت، لا یسمعوا، نمیشنوند. و تراهم ینظرون الیک، میبینی به شما را نگاه میکنند، اما و هم لا یبصرون، اما نمیبینند چون کوردلند، اونها به طرف هدایت نمیآیند. خذ العفو، ای پیغمبر در حق اونها عفو را پیشه بگیر، و امر بالعرف، و بکار معروف اونها را راهنمایی کن، و اعرض عن الجاهلین، از این جاهلان اعراض کن، معاملهشون را برای خدا بگذار، هنوز جهاد مشروع نشده، بگذار برای خدا، تو تبلیغت را بکن. و اما ینزغنک، اما گاهی وساوس شیطان هم هست. الله می فرماید و اما ینزغنک من الشیطان نزغ، اگر به تو ضربه بخورد یا وسوسه پیشت بیاد از شیطان، نزغ ضربه را میگم ولی اینجا معنی وسوسه است، وسوسه فاستعذ بالله، به الله پناه ببر، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. گاهی شیطان بر ما هم وسوسه می کند، بهترین ورد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم هست که انسان به خدا پناه ببرد. انه سمیع علیم، خداوند شنوا هست اقوال شما را، علیم از احوال شما خبر دارد. اینجا خدای عزوجل ذکر کرد رسول الله را، اما بعد از رسول الله اهل تقوا، متقین، مؤمنین. ان الذين اتقوا، این بشارت هم است، آنانی که از خدا می ترسند. اذا مسهم طائف من الشیطان، هرگاه برسد به اونها وسوسه از طرف شیطان. طائف یا مصیبت را میگند، حادثه مصیبت یا وسوسه، هر دو یکی هست. تذکروا، فوراً عظمت الهی را یاد میکنند، تذکروا عظمت الهی را. فاذا هم مبصرون، در این هنگام مثل اون کفار نیستند که نمی بینند، اینا می بینند. ثمره تذکر، نتیجه تذکر، یعنی خدا را یاد کنی چشمت باز میشه، حق را می بینی. و اخوانهم یمدونهم فی الغی، بقیه برادران و دوستانشون میکشند اینها را به سوی گمراهی. ثم لا یقصرون، سپس اونها کوتاهی هم نمی کنند، اما اینها به طرف اونها نمیرند. چرا؟
چون که اینها عظمت رب را یاد کردن، اینها را الله عزوجل محفوظ میکند. و اذا لم تأتهم بآیة قالوا لولا اجتبیتها. در پایان سوره مجددا زجر و توبیخ است بر مشرکان که مشرکان میگفتند چرا شما اون معجزه‌ای که ما میخواهیم نمی آورید. و اذا لم تأتهم بآیة، هرگاه آیه‌ای که آنها میخوان نیاوری، قالوا لولا اجتبیتها، میگویند چرا تو لولا اجتبیتها، چرا اون آیه که ما گفتیم انتخاب نکردی. ای پیغمبر، قبلا هم خدمت شما عرض کردم معجزه به دست پیغمبر نیست، معجزه به دست پیغمبر ظاهر میشه، اختیارش به دست خداست. قل انما اتبع ما یوحى الی من ربی، اعلام بکن من جزی نیست که من پیروی میکنم آنچه که وحی بشه به سوی من از جانب ربم. هر چی که خدا بگه من پیروی اون هستم، از طرف خودم کاری نمیتوانم بکنم. هذا بصائر من ربکم، این فضیلت قرآن، این قرآن بصائر هست، یعنی موجب روشنی هست، هدایتگر هست، راهنما هست از جانب ربتان. دنبال آیات دیگه نرید، همین آیات قرآن برای شما کافی هست. و هدن، هدایت است، علما، یعنی راهنمایی میکنه از نظر علمی برای شما، راه را مشخص میکند. و رحمت، رحمت است عملا، وقتی عمل کردی موجب نزول رحمت های خدا میشه. لقوم یؤمنون، اما برای قومی که ایمان می آورند. خب پس بهترین ارمغان برای شما قرآن است، بهترین معجزه برای شما قرآن است. به قرآن محکم بگیرید، چنگ بزنید و دیگه ادب قرآن را هم داشته باشید. ادب قرآن چیه؟ و اذا قرئ القرآن فاستمعوا له و انصتوا، هرگاه قرآن قرائت میشه، تلاوت میشه، فاستمعوا له، استماع کنید آن را، و انصتوا، و ساکت بمانید، لعلکم ترحمون، شاید مورد رحم خدا واقع بشید. ببینید گفتند این آیه در وقت خطبه هست و نماز، بعضی گفتن در وقت خطبه هست و بعضی گفتن نماز، یا هر دو. مگر در نماز کسی صحبت میکنه؟ ابتداءً بله، صحابه در نماز صحبت هم میکردند، حتی بعضی ها می آمدند مسبوق می شدند، دیر به نماز می رسیدند، از بغلی می پرسیدند که چند رکعت خونده شده، او می گفت یک رکعت رفته، دو رکعت رفته، اول اون یک دو رکعت را می خواند، بعداً به امام می پیوست. اجازه صحبت کردن بود، اجازه راه رفتن بود، تا اینکه کم کم آرامش آمد. قوموا لله قانتین، ای ساکتین، ساکت در نماز صحبت نکنید. لذا قرآن هم خونده میشه، شما سکوت کنید و صحبت نکنید، استماع کنید. حضرت امام اعظم امام ابو حنیفه از این آیه استدلال میگیرد و معتقد است که وقتی که امام میخواند باید مقتدی نخواند، گوش کند. و اذا قرئ القرآن، وقتی که قرآن خوانده میشه، فاستمعوا له، استماع کنید برای آن قرائت، و انصتوا، و ساکت بشید، شاید شما مورد رحم خدا واقع بشید. مطلق گفته وقتی که قرآن خوانده میشه، حال چه نماز جهری هست چه نماز سری، چون در نماز سری هم امام میخواند شما نمیشنوید، در نماز جهری هم امکان داره شما فاصله داشته باشید نشنوید، دور باشید، وقتی بلندگویی نباشد نشنوید. لذا وظیفه‌تون هست که ساکت بشید. البته در نمازهای سری بقیه ائمه بعضی گفتن بخواند، بعضی گفتن نخواند. صاحبین امام ابو حنیفه هم میگه در دلش بخواند اشکالی ندارد، ولی امام ابو حنیفه میگه در نماز سری و جهری وقتی که امام میخواند مقتدی قرائت نکند. مقتدی چون که پیغمبر فرموده من کان له امام فقراءة الامام له قراءه، هر کسی که امامی داشته باشد قرائت امام برایش قرائتی حساب میشه. امام میخواند گویا
شما میخوانید. درست لا صلاة الا بفاتحة الكتاب، نماز بدون سوره فاتحه درست نیست، ولی امام داره میخواند، گویا من میخوانم، از طرف شما به نمایندگی از شما میخواند. لذا قرآن گفته که این اختلاف فقهی است، البته فقط یک اشاره، دلائل دیگه زیاد است مال طرفین. واذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفه، الله را باید یاد کرد، اما چگونه یاد کنیم؟ الله می فرماید واذکر ربک فی نفسک، رب را در نفست، در دل یاد کن. ببین تنها ذکر با زبان هم غنیمته، اما اول ذکر با دل هست. گاهی ما اینطور هستیم که با زبان تسبیح، با دست تسبیح هست، با زبان سبحان الله سبحان الله هست، اما به حرف مردم گوش میکنیم، در دل خدا نیست. در دل اون سبحان الله، معنای اون سبحان الله، معنای اون الحمدلله دیگه نیست، چون توجهتون به مردم است. در جلسه نشستی با هم صحبت میکنی، یکی تعریف میکنه، همه میخندن، اینم داره میخنده، همونطور سبحان اللهش هم میگه. این در دل نیست. وقتی که بر زبان تسبیح باشد و در دل گاو و خر، این چنین تسبیح کی دارد اثر؟ در تسبیح، در ذکر یاد خدا اول دل را متوجه الله بکن و بعداً با زبان با آرامش بگو سبحان الله سبحان الله، و به معنایش هم فکر کن که معنایش توحید است. خدایا از هر عیب، از هر شریک، از همسر، از فرزند پاکی. لذا الله تعالی طریق ذکر را به ما گفته واذکر ربک فی نفسک، در دل رب را یاد کن و این حالت ها را هم داشته باش، تضرعا و خیفا، هم تضرع داشته باش، هم خوف داشته باش. انسان یعنی با عاجزی، با ترس از خدای عزوجل، با این کیفیتی که قرآن گفته اگر انسان ذکر کند و دون الجهر، از جهر پایینتر، بلند نه. دون الجهر علما گفتن اون ذکری را میگن که خودت بشنوی، چون گاهی نیاز میشه انسان ذکر خودش را خودش بشنود تا تأثیرش بر قلب بماند. سبحان الله سبحان الله، به اندازی که خود انسان متوجه بشه. و دون الجهر من القول، یعنی مثل سخن بلندی نباشد. بالغدو والآصال، صبح و شام، یعنی دائما، همیشه. ولا تکن من الغافلین، از غافلین مباش. الله عزوجل میگه غافل، دل غافل مباش، دل غافل داشته نباش، همیشه دلت با رب باشد، با حق باشد، با یاد حق باشد. اما اونهایی که غفلت میکنند یا تکبر میکنند، اونها از خدای عزوجل بدور هستند. و اونهایی که تکبر نمیکنند مثل ملائکه، اینجا خدای عزوجل ملائکه را الگو قرار داد برای ذکر. معلوم میشه که ملائکه خیلی ذکر میکنن. ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته، اون ملائکه که مقرب هستن با وجود اون مقام شامخ، اون مقام بلند، اونها تکبر نمی کنن از عبادت رب. بله. و یسبحونه، اونها تسبیح خدا بیان میکنن. این توحید لسانی هست. لا یستکبرون توحید قلبی هست. لا یستکبرون عن عبادت، تفسیر کشاف نوشته یعنی لا یشرکون، شریک با خدا نمیگیرن. و یسبحونه، با زبان هم تسبیح میگویند، توحید خدا بیان میکنند. وله یسجدون، فقط و فقط برای خدا سجده میکنند. سه توحید بیان شد. وله یسجدون توحید بالجوارح هست، توحید عملی، سجده کردن. یسبحونه توحید زبانی هست، با زبان پاکی خدا را و توحید خدا را بیان میکنند. لا یستکبرون قلبا، در قلبشون شرک نیست. صدق الله العظیم. آیه سجده هست.
خوانده شد، سجده تلاوت بر شما واجب شد. بعد از دعا انشاءالله سجده بکنید. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. پروردگارا عقاید ما را و ایمان ما را اصلاح بفرما. اون عقیده‌ای که در قرآن هست و اون توحیدی که در قرآن هست در اعماق قلب ما جا بده. پروردگار بعد از ایمان کامل به ما توفیق عمل صالح عنایت بفرما. اون اعمالی که موجب خوشنودی و رضای تو می شوند، نه تنها در ماه رمضان، در همه ماها ما را توفیق عمل صالح عنایت بفرما. پروردگارا ما را اخلاق نیکو و اخلاقی که قرآن برای بندگان تو بیان داشته اون اخلاق نصیب بفرما. پروردگار ظاهر و باطن ما را اصلاح بگردان. ما که این آیات را میخوانیم توفیق عمل کردن به این آیات نصیب بفرما. اله العالمین به بارگاه خودت قبول بفرما. اله العالمین اعمال ما را، طاعات شکسته ما را، روزهای ما را، قیام لیل ما را، تراویح ما را پروردگار به بارگاه خودت قبول بفرما. یا رب بر ما لطف بفرما و بر ما احسان بفرما. مشکلات ما را حل بفرما. همه نوع مشکلات را، مشکلات خانوادگی، مشکلات معیشتی و مالی، مشکلات و پریشانی های دنیوی دینی همه را حل بفرما ای مشکل گشا. هر آن کسی که تقاضای دعا کرده برای هر حاجتی حاجتش را برآورده بفرما. گذشتگان ما را غریق رحمت بفرما و زنده ها را توفیق طاعت و بندگی نصیب بفرما. خاتمه ما را با ایمان بگردان، آخرت ما را آباد بگردان. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظه تحلو الأمور ما خاب من يرجو المعين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل